بسم الله الرحمن الرحیم. سوره فاطر شروع میشه. این سوره را به نام سوره فاطر یاد میکنه. فاطر میگه شگافنده. الله تبارک و تعالی یک صفتش فاطر است. هر چیز میشگافه، روشنی را از تاریکی، گیاها و درختها را از زمین، باران از ابرها، اولاد از مادر، از هر چیز الله پیدا کننده است. از او خاطر فاطر معنای پیدا کننده را در خود میگیره. خالق الله است. از امو خاطر از خالقیت خود الله دلیل میگیره که مستحق عبادت هم الله است، کسی دیگری نیست. این سوره را به نام سوره فاطر یاد میکنه. سوره مکی است. 43ام سورت است در نزول خود که قبل سوره مریم و بعد سوره فرقان نازل شده. ارتباطی از این ما قبل در ما قبل دلیل نقلی بود، یعنی توسط کتابا و انبیاء علیهم السلام دعوت به سوی توحید و به سوی عقیده آخرت داده شده بود. در اینجا الله دلایل عقلی را برای اثبات توحید و همچنان رد شرک در تصرف بیان میکنه. دعوای سورت هم رد شرک در دعا و تصرف است. با دلایل عقلی و نقلی در اینجا الله این گپا را ثابت میکنه. سوره های مکی در مجموع خود همیشه اینمی مسائل ثابت میکنه تا که در ذهن مردم مسئله عقیده پخته شود. ما و شما خب بار بار این گپا را در ذهن میگردانیم که الله تبارک و تعالی چرا اینقدر اهتمام برای بیان توحید، وضاحت توحید و رد شرک کرده. این را به خاطر کرده که ما و شما اگر آل نفوس شماری بکنیم، واقعا در حقیقت کسی که ایمان قرآنی را داشته باشه، این را ما و شما نفوس شماری کنیم، در 100% مردم ایلا پیدا میکنیم که عقیده قرآن داشته باشه. از امو خاطر است که سورت های قرآن کریم مکه مکمل دمی مورد آمده تا که در ذهن صحابه کرام و در اون زمان که مسلمان شده بودن عقیده توحید الله جا بگیره. او واقعا عقیده است که بعد از او تمام اعمال سرش درست میشه. در این جنب بر ما بیان میشه. الحمدلله فاطر السماوات. گفتیم اصل 4 مضمون در قرآن بیان میشد: مضمون خالقیت الله، تربیت الله، رازقیت الله، احوال قیامت. لیکن احوال قیامت 2 بخش داشت. یکی نفی شفاعت قهری بزرگ بود که در سوره سبع بر ما و شما تیر شد. یکی بیان عام حالات قیامت است که حساب و کتاب صورت میگیره، جنت و دوزخ است، اونجا عالم برزخ است، عذاب قبر است و اعمال نامه به کدام سیستم تقسیم میشه، چه نعمتها به جنتی است، چه عذابا به دوزخی است. مکمل بعد از این تمام صورت ها اینمی گپا بسیار عام و زیاد میه. الحمدلله خاص تمام صفتای کمال و الوهیت لله برای یک الله تبارک و تعالی است. الله است که مستحق عبادت است. چرا؟ صفات کمال و الوهیت در الله است. کل صفتای الله از الوهیتش راجع به چند صفت میشد؟ 2. یکی تکوین و کارسازی قدرت کامل و یکم علم محیط. الاترزاتی که فاطر السماوات والارض پیدا کننده اول از آسمان هاست و از زمین است. جاعل الملائکت مقرر کننده ملائکه است. رسولا پیغام رسان. مثنا 2 بال و ثلاث 3 بال و رباع 4 بال. یزید فی الخلق زیاد میکنه الله در پیدایش، یعنی بالهای زیاده به ملائک میده، مثل که به جبریل همین بالای زیاد داده. ما آن چیزی را یشاء که الله بخواه. ان الله یقینا الله تبارک و تعالی در پیدا کردن همچون مخلوق که به نظر انسان ها بسیار عجیب معلوم میشه، ملائک باید عجیب معلوم نشود. چرا؟ ان الله یقینا الله تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر، بالای تمام چیزا قدرت داره، به پیدا کردن همچون مخلوق هم قدرت داره. اول صفت خود بیان کرد پیدا کننده است و بعد از او بیان وظایفی که مقرر کرده الله برای ملائک. مخلوق بیشماری الله تبارک و تعالی که یک لحظه نافرمانی الله را نمیکنه، حالات ازوار بر ما بیان کرد. تنبیه میده انسان که انسان اگر تو نافرمانی بکنی در نظام الله، هیچ چیزی را تو بالا کرده نمیتونی، هیچ نقصان آورده نمیتونی. الله مخلوقی داره که یک لحظه نافرمانی الله را نمیکنه، بلکه به کدام وظایف الله مقرر کرده وظیفه را به وجه احسن در سر میرسانه و او را به نام چی یاد میکنه؟ ملک یاد میکنه. ملائک یکی از جمله ایمان به ملائک از جمله ارکان دینی ما شمار میشه، ایمانی ما شمار میشه. سری 6 چیز عقیده ضرور است: الله، ملائک الله، کتابای الله، پیغمبرای الله، تقدیر و روز قیامت. این 6 چیز از جمله ارکان ایمان شمار میشه. اگر یک چیزی کسی با مون نحوی که در قرآن حدیث آمده صراحتا قطعا ثابت است کسی انکار بکنه، کافر شمرده میشه. پس با الله عقیده به مو سیستم، به مو اوصافی که در قرآن حدیث آمده، امو رقم ایمان ضرور است.
که الله لایق عبادت است کسی دیگری نیست، این را باید عقیده داشته باشی. مشکل کشا و حاجت روا یک الله است، این را باید عقیده داشته باشی. کسی را قطعش شریک نمیسازی. فرمان روای مطلق الله است، دیگه کس نیست. مالک حل و حرمت الله است، دیگه کس نیست. این عقیده باید داشته باشیم. ولی با تاسف ما سری همیشه در مسجد ها سریعنی اکتفا کردیم بندی کیستی؟ بندی الله. الله هم نمیگه خدا. بس خیر و خلاص. دیگه معنای ایمان نمیدانیم که ایمان به الله چی رقم داشته باشیم. همچنان ایمان به ملائکه نمیدانیم. حالی که از مسلمان سوال کنی که سری ملائک چی ایمان داری؟ هیچ تشریح کرده براتان نمیتونه. حالان که به ملائک کارا و صفتا و شکلایی که قرآن و حدیث بیان کرده سر کلش آدم عقیده داشته باشه. ملائک مخلوقی است که از نور پیدا شده. شمارش بغیر از الله تبارک و تعالی به کسی دیگری بگه معلوم نیست. خوردن نوشیدن مذکر مؤنث بگه نداره. یک لحظه نافرمانی الله را گناه را نمیکنه. ملائک موظف هستند در کارها الله مقرر کرده، اما کارها را به وجه احسن بگه اجرا میکنه. الله وظایف ملائکه مختلف مقرر کرده. کسی کرامن کاتبین است، نشسته به امرای موت است، تمام اعمال موت را ثبت کرده است. کسی ملائکه است که تو را حفاظت میکنه از درنده و حشرات و از دیگر چیزا، از سحر، جادو، از این گپا. ملائکه است که میاد بری تو دعا میکنه. ملائکه است که اعمال تو را بالا میبره. ملائکه است که عرش گرفته. ملائکه است که سیاحین است، دوری پیغمبر جمع کرده میرسانه. ملائکه است که الله تبارک و تعالی موظف کرده برای چی؟ که باران میاره. مختلف وظایف برای ملائک در احادیث و آیات قرآن آمده، ما او را عقیده میکنیم. در قرآن در اینجا یکی از جمله اوصاف ملائک صاحب بال بودن است. مراد از بال مفسرین دو نظر داره. یک نظر اینمی بالای عامی که ما و شما در پرنده ها میبینیم. چرا؟ هر چیزی که در فضا سیر و حرکت میکنه بی بال نیست. از همون خاطر است راکتی که یا در فضا فیر میکنه بال داره. چی داره بگه؟ بال داره. چرا؟ یا از اینمی قرآن میگیره ایگه پاره. گشت و گذاری که ملائک در آسمان و در فضا داره از او خاطر بال داره. لیکن بعضی مفسرین میگه مراد از بال مثل که در عرف عام ما و شما استعمال میکنیم، یک آدمی که از کسب و کار بمانه ما و شما میگیم بال و پرشتی شده، کنده شده. دیگه معنا اینجا قوت این نیرویی که ملائک امو کارا را قطعش انجام میده، سیر و سفر میکنه، امو نیرو را قرآن کریم تعبیر به بال کرده. دیگه اولی اجنحة معنا هم داره، صاحب توانایی انجام دادن کار و سیر و چیست؟ سفر است که و هر طرف رفت و آمد داره. الله برش داده و یام شده میتونه. چرا که در حدیث صریح آمده که پیغمبر علیه السلام جبرئیل امین 2 مرتبه به شکل چی داد؟ اصلیش دید که بالهایش افق، یعنی افق مشرق چی کرده بود؟ مکمل فرا گرفته بود. این قدر بزرگ بود. دیگه عقیده داریم که در بین ملائک چیست؟ تفاوت وجود دارد در تفضیل و چیست؟ در مرتبه ها. خیلی مقرب است و خیلی پایین است در درجات. این برای ما معلوم است. همچنان در مورد ملائک نامهایش جبرئیل، میکائیل و اسرافیل در حدیث ثابت است و در آیات قرآن آمده. تنها عزرائیل در روایت صحیح ثابت نیست، او تعبیر به ملک الموت شده. اینی ملائکی است که منکر و نکیر در قبر از ما سوال میکنه. ملائکی است که خازن جنت است. ملائکی است که خازن دوزخ است. اونم نامی از اون مالک است که اونجا در آیت قرآن میاد. در مورد ملائک این عقیده را آدم داشته باشه. یکی از جمله عقیده خطایی که در مورد ملائک داره از دست کتابای قصه‌ای که قصص الانبیا است که میگه هاروت و ماروت ملائک بود، آمد در زمین تا شد، اینجا زنا کرد، اینجا شرک کرد، بت سجده کرد، قمار زدن، زنا کردن، قتل کردن و بعد از او زن جوره گشته و ملائک در چای بابل چیست؟ آویزان است. حالان که قرآن میگه که لا یعصون الله ما امرهم، آن چیزی را که الله امر کرده نافرمانی نمیکنه. قرآن میگه نمیکنه و این مردمی توری عقیده داره. این عقیده غلط است، عقیده نادرست است. کسی که تو عقیده داشته باشه خلاف آیات های قرآن کریم عقیده داره، این درست نیست. به هر ترتیب در اینجا الله تبارک و تعالی از یک مخلوقی خود بر ما چیستا بیان میکنه. خب امین ملائکه با این وظایف مقرر کردن کاری کیست؟ آل پیغمبر کرده؟ ولی کرده؟ نه از همون خاطر صفات کمال برای کیست؟ الله. الحمدلله. الحمدلله دعوا شد فاطر السماوات والارض. این صفات چی شد؟ دلیل برای ازی شد که بله مستحق حمد کیست؟ الله تبارک و تعالی است. ما یفتح الله للناس من رحمت. دیگه دلیل میگه
ما یفتح الله گشاده نمیگردانه نمیگشایه الله تبارک و تعالی للناس برای مردم من رحمت از رحمت. اگر او روزی را روان میکنه، باران روان میکنه، صحت جسمانی میده، یا است که نعمتهای روحانی میکنه که وحی روان میکنه، انبیاء علیهم السلام کتاب روان میکنه، فلا ممسک لها، کسی هم نیست که بند کننده بازدارنده باشه لها از رحمت الله. کسی هست؟ یهود بسیار زیاد ضد داشتن که نبوت سری محمد رسول الله نبیه. خب من نکرده تانستن؟ نتانستن. و ما یمسک آن چیزی را که الله تبارک و تعالی بند می سازه از رحمت خود، فلا مرسل له، کسی فرستنده و رحمت است. قرآن خو میگه الله کی رحمت خود نمی فرسته، اولاد به کسی نمیده. خیر ولی و قبر میتونه که اولاد بده؟ قرآن خو اینطور میگه. او ما میگیم نه میتونه. عجیب گپ است. ما از الله را قبول کنیم یا از ملا را؟ کدامشه؟ از الله را قبول میکنیم. ملا خود دروغ برای ما میگه، دلیل نداره سری گپ. فلا مرسل له، نیست فرستنده برای اینمی رحمت من بعدی پس از بند کردن الله. و هو العزیز، الله است زبردست ذات که هر چیزش نافذ میشه. اگر روان میکنه کسی مانع شدن نمیتونه، اگر نمیکنه کسی روان کردن نمیتونه. الحکیم، و حکمت والاست که به کسی روان میکنه به کسی نمیکنه. کاری کیسته؟ یا ایها الناس، آلی الله ما را دعوت میده. ای تمامی بشریت، اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنی نعمت الله که بالای شماست. یاد کنی یک دفعه در ذهنتان بپرورانی که ما کیستیم، از کجا آمدیم، برای چی آمدیم، چی مسئولیت داریم. هل من خالق غیر الله، آیا خالق دیگری است غیر از الله یرزقکم که شما را روزی بده من السماء، از آسمان باران بباره، نور آفتاب شعله آفتاب در زمین بیاره، فضا و هوا را بیاره، والارض، از زمین براتون خوراک و روزی بده. لا اله الا هو، کس است؟ نیست. نتیجه چی برآمد؟ لا اله، نیست روزی دهنده، الا هو، بغیر از کی؟ الله. لا اله، نیست لایق بندگی و پرستش، الا هو، بغیر از الله. وقتی کی گپ ثابت شد، فانا توفکون، کدام طرف چپا میشی شما؟ دلیل خوی نمی، گپ خوی نمی، بازم شما میری در قبر استاد هستی. و یکذبوک، اگر نسبت دروغ به تو میکنه پیغمبر علیه السلام، غمش نکو، هیچ پروایش نداشته باش. چرا؟ فقط کذبت رسول، یقینا که نسبت دروغ کرده شده بود رسولون به انبیاء علیهم السلام من قبل که پیش از تو. تنها نیستی، در هر تاریخ امت در مقابل پیغمبر استاد شده و دعوای پیغمبری خود تکذیب کرده. خو لیکنی بیچاره ها نمیفهمه. و الی الله ترجع الامور، خاص بسوی الله تمام امور بازگردانیده میشه. سوال میشه که چرا تکذیب کردی؟ دعوت پیغمبر خود دلیل داشت، معجزه را پیش کرده بود. تو چرا رد میکردی؟ با کدام دلیل رد میکردی؟ جواب بگو. یا ایها الناس، ای مردم، این وعد الله، ایره یاد داشته باشه، گوشای تا نواز کنه. وعده الله حق، ثابت و راست است، واقعیت داره. فلا تغرنکم، آمادگی برش بگیری، ای دعوت حق تکذیب نکنه، رای پیغمبر در پیش بگیری. چرا؟ فلا تغرنکم، شما را فریب نده الحیات الدنیا، زرق و برق زندگی دنیا. 4 روز که میبینید طرف کشوفش است، بیخی غافل میشه، خودم فراموش میکنه، مرگم فراموش میکنه، آخرتم فراموش میکنه. باز نه نماز میشناسه، نه روزه را، نه قرآن، نه عزت و احترام پدر و مادر و نه حق همسایه را، نه زن. از هیچ کدام میشه خود بیگانه میشه. نه، زرق و برق دنیا شما را فریب نده. یگانه عاملی که انسانت خطا میده یکیش چیسته؟ زرق و برق دنیا. ولا یغرنکم، و شما را فریب نده بالله، در مقابل الله، در مقابل رحم و کرم الله، الغرور و شیطان های انسی و جنی شما را فریب نده. بعضی اوقات طور میشه که الله براتون مال دارایی بده، باز خوب تو پیدا میکنی، بسیار مال و دارایی زیاد میشه، باز یک دفعه یک کمی در لرزمی در کدام جمعه در نماز رفتی، گپا شنیدی که والا قیامت آمده نیسته، یک کمکی تردد در دلت پیدا میشه که وی من در غلط را روان هستم، کلپ پیتال شیطانی خبیث در پیشت میاد. یا انسی بگوی یا جنی. انسی برات میاد توالی میگی که نه والا چیسته آمده برات دعوت میده که میریم در سالنگ، تو برش میگی والا خوب نیسته، نماز جمعه است، از پیش آدم میمانه. او چی میگه؟ او الله لک بخش است.
او الله لک بخش است. امیدای دراز در ذهنت میپرته شیطانی جنی هم چی برات میگه؟ باز انشالله که پیر شدیم باز یک جمعه را ترک نمیکنیم. خب خیر است در دیگه جمعه باز در جمعه میریم. درم بیتله رفت که تکر کرد، شرابم در موتر مانده بود، درم تکر کرد، فلانی چی شد؟ رفت از دنیا به مو عقیده، به مو حالت بدکاریش. این نمیتون رفت. قرآن برای ما میگه آمادگی بگیره، شما را فریب نده، آرزوهای باطل در ذهنتان نپرده که برو حالی خود جوانیم است باز در پیری قرآن نمیخوانم. دیگه چی میگه؟ بیا در ترجمه قرآن برو، ولا وقت پیدا نمیکنم. ای بدبخت، اگر توی فلانی باشه از بچه او دور ناسه بابایت باشه، کالا را یک هفته پیش جور میکنی، کلی روزای تا در کالا دوختن تیر میکنی، و اونجا که اگر شوهرت بگه که امروز رفته نمیتونی میمان است، بس دیگه سالاقتش جنگی میشی که مرا نماندی. خدا ترجمه قرآن بانه کده رایستی، ولا اینطور است ولا اینطور است. خب در دین همی بانا را بکو، باز معلوم میشه که چه آمادگی برش گرفته ای در روز قیامت. ان الشیطان لکم عدو، این وسوسه کلش از شیطان است. ان الشیطان، شیطان لکم برای شما عدو، دشمن است. فاتخذوه، شما بگیرید عدوا به دشمنی. در عقاید، اعمالتان، اخلاقتان شیطان وسوسه ها میکنه، شما را خطا میده. نه نکنی شما شیطانم به دشمنی. شیطان دعوت میده در مالت حق الله نیست، در جانت حق الله نیست. نه، بفهمی که حق الله است. ما همونطور نامدیم در دنیا که به خوردن نوشیدن خواب کردن باشم، مسئولیت دارم. انما یدعو حزبه، شیطان خود دعوت میده لشکری خدا، لیکونو که شود در آینده اید عاقبت و انجام من اصحاب السعیر، از جمله ملازمین آتش جهنم، آتش سوزان جور شود. شیطان اینی دعوتش است. امروز در رقص میبرد، سباد سینما، دیگه سباد شراب، دیگه سباد کباب، دیگه سباد زنا، دیگه سباد از همونطور میبری بیهوش تا که تو را در جهنم برسانه. ماندنیت نیست. قرآن برای ما میگه، علی میگه که از خطوات خود، یعنی آیسته آیسته کار کرده روی در حد تو تا که تو را چی بکنه؟ خطا بده.